پرستش از دیدگاه آخوند رافضی. دوستان عزیز، اما این که کفار قریش از بت‌ها می‌خواستند، بله اونها بت پرست بودند، اونها بت را خدا می‌دانستند، پیش بت سجده می‌کردند، از بت حاجت می‌خواستند، برای بت نظر می‌آوردند، پیش بت جارو می‌کرد، پیش بت نظر می‌آورد، پیش بت سجده می‌کردند، رکوع می‌کردند، از بت را مثلا آرایش می‌دادند. بعد از اون این بت پرست بودن اینها. ما اهل بیت را نمی‌پرستیم. بینندگان گرامی، مشرکین به الله متعال ایمان داشتند و بت‌ها را جهت تقرب و نزدیکی به الله می پرستیدند. الله متعال در این باره می فرماید: ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. میگویند ما آنها را عبادت و پرستش نمی کنیم مگر برای آنکه واسطه ما باشند و ما را به الله نزدیک کنند. آقای الله یاری، عبادت و پرستش از دیدگاه شما چه مفهوم و معنایی دارد؟ حر آملی، یکی از علمای برجسته شیعه، در کتاب الانتصار جلد 5 صفحه 309 عبادت را چنین تعریف می کند: عبادت یعنی فروتنی گفتاری و عملی همراه با اعتقاد به الوهیت و ربوبیت معبود. آیا سجده عبادت نیست؟ بلکه سجده بهترین عبادت است که جز برای الله متعال برای کسی دیگر جایز نیست، در حالی که می‌بینیم شیعیان رافضی به طرف قبور سجده می‌کنند. آیا دعا و خواستن عبادت نیست؟ بلکه دعا از بهترین عبادات است و بجز الله متعال از کسی دیگری نباید خواست. الله متعال می‌فرماید: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم، بیشک آنان که از عبادت دعای من سرکشی می کنند به زودی خار و سرافکنده وارد دوزخ خواهند شد. کلینی در الکافی جلد 2 صفحه 641، کتاب دعا و حر آملی در وسائل شیعه جلد 7 صفحه 22، روایت 8599 از امام باقر رحمه الله روایت می کنند که در تفسیر این آیه فرمودند هو الدعا، یعنی مراد از عبادتی در این آیه دعا هست. و در مورد دعا روایتی در کتاب‌های شیعه وجود دارد که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الدعاء مخ العباده، دعا مغز عبادت است.
بهارالانوار مجلسی جلد 90 صفحه 300 و وسایل شیعه جلد 7 صفحه 22. در حالی که شما این عبادت را به غیر الله اختصاص می دهید. به این کلیپ توجه فرمایید. یه چند تا موضوع بود میخواستم بگم در رابطه با توسل کردن به اهل بیت. بله. به حضرت پیامبر. از به حضورتون شما که من خواهش دارم از ایشون که دعای توسل رو ایشون یه بار بخونن، ببینن که ما میگیم که یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، ای که آبرومندی در نزد خدا، شفاعت کن ما را نزد خدا. بله. ما اینا رو گذاشتیم که برامد پیش از خدا طلب کنن. من چه رویی دارم به خدا بگم کار من انجام بده؟ مثلا هم از شفاعت میکنن هم خودشان انجام میدن. عزیز من از خود ابوالفضل میخوام، من از خود ابوالفضل میخوام که مریضی مرا شفا بده. من از خود حضرت ابوالفضل علیه السلام میخوام که من پول بده، مال دنیا بده، زندگی من برکت بده، طول عمر بده. از خودش هم میخوام. عطا اینها عین عطای خدا هست، چه از اینها بخوایی چه از خدا.